سلام چطور بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو خفن جذاب دیگه. اونم به همراه رادیان ایکس ام. امروز بچه‌ها اومدیم آموزش 2 نفره بازی کردن گرنی رو به شما یاد بدم. اول نتتون رو روشن میکنید. خب میرید نت روشن میکنید و بعد میان فیلتر شکنتون رو روشن میکنید. نت و فیلتر شکن وقتی روشن کردید بس شد. خب حالا فیلمین توی گوگل پلی همچین شکلی، میدونید همتون گوگل پلی نه پلی برسید فروشگاه پلی اینا میزنید روش و وارد میشید. برنامه نمیخواد بازی گرنی که دارین رو پاک کنید، اونا میتونید نگه دارید. میرین توی سرچ، میرین بالا میزنید CMM، یعنی کن با فلش بهتون نشون بدم. یه بار میزنید روی C و 2 تا M، این شکلی هن بدون کسان انگلیسی بد نیستن. CMM رو سرچ کردید، تموم. میزنید تایید و میاره بالا. بعد شما یکم بگردید. ای بابا وایسا، خدایا ویدیو کات میخوره. آره خب میان پایین یکم دنبال میگردید، میبینید پیدا میشه برنامه به نام CMM. این برنامه دقیقا این برنامه رو دانلود کنید. حتما تو فروشگاه پلی، تو همین فروشگاه پلی باشه، من جای دیگه اصلا بالا نمیاره. اینو دانلود بکنید، اسمش هم میخواد ببینید. دقیقا اینو نگاه کنید. من براتون چی کنم. این برنامه رو میزنید روش، دانلود کنید. حتی دانلود بشه ما ویدیو کات میدیم. کات. خب بچه وقتی دانلود شد این تو دو گزینه میاد بیرون. تمام. برنامه رو فیلتر شکن روشن. خب میاد بیرون. تمام. برای ورود به بازی حتما باید فیلتر شکن روشن باشه. یعنی اگه فیلتر شکن خاموش باشه اصلا بالا نمیاره. باید حتما روشن باشه تا بتونید بازی کنید. چه تک نفر باشه چه 2 نفر، حتما باید فیلتر شکن باشه. میرین داخل بازی، این صفحه براتون لود میشه و میاد همینجور بالا. منتظر میمونیم تا بیاد. سه تا گزینه سمت راست هست، سمت چپ ببخشید. وقتی بچه بازی اومد بالا بریم سمت بعد روی این گزینه وقتی زدید رو پلی میاره همچنین سمت. اینی که اینجا رو میبینید صدا رو میتونید صدا آهنگ رو زیاد یا کم کنید. ما الان قطع میکنیم. خب بچه برای اینکه صدا رو کم کنید باید بیارید جلو بهش برید عقب. اینجا رو میبینید این گزینه دقیقا این گزینه میتونید گرافیک بازی رو چیز کنید. یعنی الان این گرافیک میبرید مثلا ته این تا ممکن تا گرافیک بازی بهتر شد. خب حالا گرافیک حالا کاری ندارید، میزنید روی این گزینه که این پایین هست نوشته کانتینیو رو میزنید و یه تبلیغ کوچیک براتون میاد. حالا کوچیک به بزرگ چی تبلیغ براتون میاد. حالا ما تبلیغ رو ببینیم. خدا خب تبلیغ رو رد کردیم. اگر برای شما تبلیغ نیومد اشکال نداره. اینجا چی میاره تو این صفحه بعد از اون تبلیغ. حالا برای من تبلیغ نمیاد، شاید برای شما بیاد. اینجا هیچ کار نباید بکنید، هیچ چی نزنید. جون رو نفرم بزنید روی این گزینه این گوشه سمت راست پایین میبینید اینجا بزنید روی این گزینه
میاره اینجا. بعد وقتی اومد روی گزینه بزنید اینوری، یعنی یس. اونوری رو نزنید، این اشتباه. میزنید روی گزینه یس و میاره اینجا. اینجا اسمتون میخواد، اسم همین تو بازی. حالا من میزنم اسم کانال آدریان XM. خب و میزنید داون، میاره توی این صفحه. حالا اینجا دیگه کار تمومه. میزنید روی گزینه پلی، اینجا رو قشنگ گوش بدید. میزنید روی گزینه پلی وقتی اومد بالا. خب اینجا که مهمترین بخشش، اگه میخواین آره دیگه این فقط برای 2 نفر است. نه 1 نفر هم میشه. گوش بدین، اینجا کسی میخواد تو اتاق بسازی، دوست بیا تو اتاق تو، یعنی توی مپ تو اینو بزنید. اگه نکنید، اگه بزنید رو این همون بالایی، اینجا اصلا شماره رومو میخواد. هر رومی دوست داشتید 1 2 3 4 5 میزنید، میاره اینجا. حالا نیاوردم بعد موقع ارور میده یه این کد. ها عددهای پشت سر هم نمیشه. مثلا 1392 1392 اینو بزنید مثلا آخه میاره این صفحه‌ای که اینطوری میاره اینجا شما و منتظر بمونید. دوستتون میاره میزنه، شما تو هم اتاق منتظر میمونید، ولی دوستتون که میخواد باید بیاد میزنه روی این گزینه. یعنی شما که میخواد اتاق بسازید رو اون گزینه، دوستتون رو این گزینه میزنه روی این. مثلا شماره چند بود؟ 1392 براتون میفرسته. 1392 میزنید و اسم تو روم اون. شما الان اینجا اومدن بیرون نمیشه. خب این هم بود از آموزش چطوری گرنی بازی کردن. همین سادگی و همین دیگه. بعدش وقتی من رفتم تو همون بالایی که میخوام خودم اتاق بسازم. وقتی رفتین اونجا مثلا میاره اینجا. خب گزینه وسطی میتونین مثلا این گزینه میزنید روش، مثلا میاره اینجا مثلا میتونید اتاق دارک کنید، مثلا تاریکش اتاق، مثلا تا یه متری خودتون میتونید ببینید دیگه برقش تاریکه. این مثلا میخوای کسی نیاد اینو بزن نمیان تو. این هم مثلا درجه بازی ایزی، نورمال، هر جور دوست داشتی اینجوری میزن. مثلا ایزی، نورمال، ایکسره، مثلا هارد، ترترشه سخت و اینا. اینجا هم این گزینه میدید فرستاده. این با زدن روی این گزینه میتونید برید روی لاوا و غیر لاوا یا هم معمولی لاوا مثلا لاوا کف خونه میاد بالا و استرسش خیلی بیشتره. بعد تو چند ثانیه مثلا وقت ندارید تا تمام کنید. بس دوستتون که اومد ریختن تو سرور. خب مثلا آقا الان چی شد؟ میذارید رو گزینه این همین گوشه سمت بسیم براتون شدن اینجا میذارید این میره تو بازی. الان نکن چند نفر اومد زدم روش رفتیم برای تو بازی. حتما هم با فیلتر شکن روشن باشه. میزنیم و اینجاست که بازی خب امیدوارم از این ویدیو لذت کافی برده باشید. لایک، کامنت، دنبال فراموش نشه. کانال من رو دنبال کنید، کانال دوستم دنبال کنید به نام ابوالفضل، یعنی اسم کانالش هست دارک گیمر. گیمر دارک میشه، اولش میشه دارک بعدش گیمر. حالا توی چی میذارم حتما اسمشو توی پستا اسم کانالشو میذارم، برین ببینید حتما. عشق منید. تا ویدیو بعدی شما رو خدای بزرگ میسپارم. بای بای.